سیوم نفری را که میگه حضرت دیدم رفتم میگه یک تنوره بود، چکدان میگیم و شما یا تنور میگیم. میگه پایان این تنور میگه پایانش میگه خیلی وسیع بود، ولی تا چنده که این تنور بلند میشد تا چنده میگه باریک میشد. رنگ کوزه هایی که پایانشان کشاده و بالاشان باریک، میگه هم خیلی حالت دیدم. و در درون او میگه صداهایی میشنیدم، داد و فریادهایی میشنیدم، کلمه هایی را میشنیدم که اونها را مقصد نمیفهمیدم چی میگن، از حساب داد گفتن بسیار. وقتی میگه به این تنور نگاه کردم، مردها و زنهای عریان دیدم. یعنی مردها و زنهایی که لباس نداشتن، یک جایه در داخل این تنور بودن. زمانی که از پایان که میگه شعله بلند میشد، آتش که بلند میشد، حرارت گرمی که بلند میشد، وجود اینها را که میسوزاند، داد و وای میگفتن، با یک زمان آتش گوم میشد. اینها با حالت اوله میگشتن، باز همه آتش به بالاشون حمله میکرد. از این دو نفری که بر من شریک بودن پرسیدم اینها کیا هستند؟ گفت اینها در دنیا کسانی بودند که دست به زنا زدند. خواهران و برادران گرامی، این حالت دشوار، این حالت ناگوار، این حالت خاری برای کسانی که در دنیا دست به زنا زدند. الله مهربان در قرآن میگو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولا تقربوا الزنا انه کان فاحشة و ساء سبیلا. الله مهربان میگو به زنا نزدیک نشوید. حالی ببینید ولا تقربوا الزنا، به زنا نزدیک نشوید. حالی نگفت که ولا تزنو، زنا نکنید، نه، حتی نزدیک نشوید به زنا. انه فاحشة و ساء سبیلا. الله مهربان میگه خیلی راهی بده هست، خیلی راهی زیشتی هست، خیلی راهی هست که از این بسیار شومی ها و بسیار بیماری ها و بسیار بدبختی های عالم فرا میگیرد. الله رحمت کند، شیخ سعدی را میگفت از زن غر دختری صالح نه آید بر وجود، از زن غر بیاید چون که استادش غر است. راهی بد بدنش همینه که مادر عزیز وقتی تو دست به زنا میزنی، ببین با زمانی که شوهر داری، حاضر در من همین قدر مراجعت بسیار مردها زنگ میزنند 3 فرزند دارم، 4 فرزند دارم، یا زنم حامله است، دست به زنا زده است، با یک مرد بیگانه با تلفن صحبت کرده است، با 2-3 مرد مقصد دست درازی کرده است. حاجی بابا چی مصلحت میتی؟ ببین از شما مادرایی که دست به زنا زدین، شیخ سعدی میگه از شما حتی دختری صالحه دیگر نمی آید، بچه صالحه به وجود نمی آید، بلکه از شما مثل خطان با همون فاحشه و با مثل خطان همون حرام و غر به دنیا می آید. الله مهربان در قرآن میگو قد افلح المؤمنون، میدانین کدام مؤمن ها نجات میابند؟ والذین هم لفروجهم حافظون، همون مردها و همون زنهایی که فرجهای خودشانه، ببین از زنا کردن نگه داشتن، یعنی در حیات نگذاشتن دست زنی بیگانه را نقپیدن یا دست مرد بیگانه را نقپیدن یا با مقصد زنا در جای وا نخوردن. الله مهربان میگه اینها چیکار کردن؟ اینها مؤمن هایی هستند که نجات یافتند. بسیاری دادرای عزیز، بسیاری خواهرای گرامی، حالی شما شوهر ناکرده، حالی زن ناگرفته، وقتی زنا میکنین شما میدانید که در آینده زندگی هاتون دیگر زندگی های آسوده نمی شود.
او زندگی که مردک زنش دوست بداره و یا زنک مردکش دوست بداره، همین محبت بین شما دور می شود. برای آنه که شما پیشتر دست به کار زدین که دیگر وجود شما، خون شما، میل شما فقط به سوی حرامی است. شما دیگر با زن حلالی تان یا با مردک حلالی تان دیگر زندگی خوب کرده نمیتونی. هوش و گوش دوام مردکای است که با اونها پیشتر تو همخوابگی میکردی، یا هوش و گوشت به همون زنکای هست که تو پیشتر با اونها مقصد همخوابگی کردی. دیگه این زن حلالی و مردک حلالی دیگه لذت کیفیت نداره. شاعر میگفت در دل همه شرک و سجده بر خاک چی سود، بر جسم پلید جامعه پاک چی سود. زهر است گونه و توبه تریاک وی است، چون زهر به دل رسید تریاک چی سود. یعنی دلی که پر از شرک باشد، پر از خرافات باشد، پر از هوا و هوس باشد، سجده بر او چی فایده دارد؟ جسمی که اگر همون جسم حرامه، وجودش ناخوبه، لباس پاک در این جسم در کار چیه؟ وقتی که میگه اگر زهرآلود شدی، دارو هم که طبابتت کنن ولی وجودت زهرآلود هست کو. یعنی وقتی که تا اگر زنم گرفتی یا شوهرم کردی ولی تا علکه آلوده شدگی کو، خواهی نخواهی با میلت به سوی هم حرامی میکشد. برای همین من به شما گفتنیم که هیچ وقت دست به این کار نزنین، زیرا دنیا تانم خرابه، در دنیا هم شرمنده این، در آخرت هم حالتون ببین که در پیشگاه الله مهربان چه حالت دارین، چه حالتی ناگواری دارین. همه تان یک جایه، همون مردکا و زنکایی که در دنیا زنا کردین، اون جای دیگر در حالت سوزان، در حالت تفسان، در حالت خاری و ذلیلی دیگر ملاقات میکنین. از این کاری زیشت خیلی دور باشین. دیگر چیزا فراموش نکنین. دیگر چیزا، هر کسی که کدام زنی را میرسی بدان که حتما کم تدین و تدان است. چی خیلی که کردی، آچه کسی را رسیدی آچه تا میرسن، خواهر کسی را رسیدی خواهر تا میرسن، زن کسی را رسیدی زن تا میرسن، دختر کسی را رسیدی دختر تا میرسن. برای همین البته جزا من جنس عمل است. میگه چیزی کردی باید او را حتما ببینی. سیم نفری که پیامبر ما با اونها واخورد، انم اینها بودن.